سلام دوستای عزیزم، که حالتون خوب باشه. امروز اومدم پیش داماد گلم علی سینا تولدشه. از علی سینا مبارکت باشه. دست در نکنم، دست در نکنم. یعنی بچه اولم دیگه ماشاءالله. تولدشه. کسی را خونه گفته کنم ما که یک ماه علی سینا کتم خانواده یکم آخده من خود نخوانه نکنه این هوای گل بسنه نه که مامان خودم نمیونه نه خاله بیار که هم شما شده روشن کن بیا روشن کن. ها داماد گلم خدا عمرت بده فقط خوشی خدا بیا. خواه دست در نکنه شمس خانم که آمدی خواه نیام روشن. دامادم هم یک سلام بگیه. سلام گفتم سلام به دوستای شمکا خدا روشن کنه عزیز بچه‌شو بگی بیا. نه کوکوبه یک دانه کته یک دانه تا دن ها دیگه دوستای عزیزم من هم یکم فیلمبرداری که یه بچه میایه اینا در فیلم نمیایه اور بعدا دوباره دیگه وارم میام یک دفعه بگه فقط خود الچینور باید روشن کنه خودش باید خاموش کنه که بچه بخش سر بخونه. در گرفتم شمسی خانم. نه خاله نه خاله نه نگاه که خاله نه خاله گل بای که سلام بده. نه سلام دهتی بگه مامان بود که مامان دونه یک بود که مامان گریه کنه بود که مامان نورا مامانو بوس کن بود که مامان بود که مامان کنه بیا بعدن دیگه باشه بعدن از که یک دلار ماما پوف کنه الچینا بیا پوف کنیم 1 2 پوف کن نورا فوت کن داماد ما تنها ول نکنم دوتایی ما ببینم امور نتونستی بگو راضی نخواه بودی برا نه سلامت باشین ممنونم Thank you. بعدن فیلم جاتم تولد نورا است. مبارک نورا اینا وقتی تولد مادر دوتای عزیزمی خانیه که ضرر تنه اینه حیات بزرگ که صاحبش معلوم نیده یک گربیه کشه توپ دختر حیات کلبات اینا خدا پانه کنه یا اینه خانیه کشه یک سال اتاق داره اتاق خان داره این نویه که میتر بدا کنه بیا که برم در اتاق بیا سلام دوستان عزیزم آمدیم امروز خانه دختر ما تولد علی سینا داماد ما بودک آمدیم خونه شون دستشون در نکنه خب پذیرایی کردن از ما از شمس خانم پذیرایی کردن از ما پذیرایی ما کردن متا آج خانم ما شمس خانم در اون خونه فیلم گرفته من چون نبودم من داخل اون اتاق دیگه بودم بعد الان اومدم اینجا که از همه دوستا از همه وطنا از همه دوستا و وطنا یک سلام بهشون تقدیم کنم سلام عرض کنم دیگه شب روزتون بخیر باشه انشالله دیگه چه بگم دیگه همه دیگه شمس خانم درست خداحافظی میکنه از طرف من دیگه خداحافظ به همه دوستا و همه وطنا که یوتیوب ما رو میبینن ازشون تشکر خیلی ممنون سلامتی انشالله خداحافظ تو باید که آقا جان تموم شد آره دیگه دوستای عزیزم
حالا دیگه در وقت ما که وقت رفتن مرگه اول بچه دو اتاق تنه چای مای خورم من دینی اتاق شماده که خداحافظی کنه که اینجا سر صدا تیاتر تنه اینجا آقا دیرم گفتم بیا اینجا یک سلام هم برسون وقت دکتر ما اینگه خانه یکوی ضرور تنه و یک چهار تا اتاق خواه داره تخواه داره همه چیز داره حال شوش معلوم نیچه یه مادر دی اتاق که در خداحافظی کنم که برم یک نوان چه باید دو اتاق برکت بچه بخورم که خانه ایرم دیگه خداحافظ تو ما باشه حالا دیگه خداحافظ همگی هر کی شابشون بخیر هر کی روزشون بخیر خداحافظ